به نام خدا، امیرعلی هستم. خوش اومدید همیشه. فرات آموزش کوبیده داریم، بدونیم معطلی بریم تو کارش. مواد لازم: 100 گرم پیاز یا یک پیاز متوسط با 500 گرم گوشت چرخ کرده. ابتدا پیاز رو رنده می‌کنیم و آبش رو می‌دیم. ما نیاز داریم به 5 گرم نمک، فلفل قرمز و فلفل سیاه. حتما برای سیخ زدن یک کاسه آب داغ کنارتون باشه. زمانی که ادویه و تفاله پیاز رو به گوشت مخلوط می‌کنیم، گوشت رو چنگ و اصطلاح ورز میدیم. آموزش سیخ زدنش هم خیلی راحته. اول دست رو با آب داغ خیس میکنیم، گوشت رو اندازه این مشت ور میداریم و میریم برای سیخ کردن. وقتی که کم گوشت رو روی سیخ صاف میکنیم، میریم برای گل انداختن. گل انداختن رو کباب باعث میشه گوشت به خوبی بپزه. من معمولا یه طرف گل میندازم، یه طرف دیگر رو طبق تصویری که دارید میبینید با چاقو روش خط میندازم. اساتید معتقدن که سر و ته سیخ کبابمون رو باید ببندیم برای اینکه نریزه کبابمون. بعد از این کار آتیشتون رو روشن میکنیم و میریم برای پختن. کبابمون آماده شد و میریم برای تزیینش. کوبیده ما آماده است. نوش جون.